بسم الله الرحمن الرحیم. علیرضا بوالحسنی هستم، مسئول مرکز خاوه شمالی شهرستان دلفان. برنامه امروز ما استفاده از نوار تیپ در کشت سیب زمینی. همینطور که استحضار دارید، کشت سیب زمینی جزو محصولات آببر و مصرف آب بیشتری نسبت به سایر محصولات داره. با استفاده از نوار تیپ باعث افزایش بهره‌وری در مصرف آب میشه و با توجه به اینکه مستقیم آب و نوار تیپ روی ریشه میریزه و در عمق خاک میره، باعث کاهش تبخیر آب میشه. و همچنین ما استفاده بهینه از کودهای شیمیایی و کودهای آلی و حتی سموم داریم. و یکی از مزایای دیگه استفاده از نوار تیپ باعث یک نواختی مزرعه‌مون میشه. یعنی بوته‌هایی که داریم با توجه به اینکه آب یکسانی بهشون میرسه با میزان یکسانی، رشدشون یک نواختر و مزرعه یک دستری داریم. یکی دیگه از مزایای استفاده از نوار تیپ کاهش علف‌های هرزه، چون آب در دسترسی قرار نمیگیره واسه علف‌های هرز و باعث میشه که علف‌های هرز بسیار کمتری نسبت به سایر مزارع داشته باشه. از همکارمون خواهش میکنم که نشون بدن که توی مزرعه استفاده کردن از نوار تیپ و همچنین که میبینید یه لطفا نشون بدید که یک مزرعه یک دستی داریم و عاری از علف‌های هرز، چون که آب در دسترس علف‌های هرز نیست، خود به خود باعث کنترل بیشتر علف‌های هرز میشه. با تشکر از نگاه ویژه شما، تا برنامه بعد به خدا میسپارم.